میخوای بری مهمونی، جوش مجلسی میزنی، استرس داری جوش میزنی، هر اتفاقی که میفته جوش میزنی. یه راهکاری برات آوردم خب که اگر از این جوشای این مدلی و مجلسی روی صورتت به وجود اومد خیلی راحت بتونی توی کمتر از یک روز از بین ببریش. من به خاطر حجم استرس خیلی زیادی که توی این چند وقته داشتم یه همچین جوش توپلی توی صورتم به وجود اومده. الان این ترکیب رو بهتون یاد میدم که شما توی مواقع اضطراری بخواین ازش استفاده بکنین. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. اگرم دوست داشتین این ویدیو رو برای اون دوستت که بابت هر چیزی جوش میزنه ارسال بکن. راستی اینو بهتون بگم، این ترکیب برای افرادی که پوستشون مستعد جوش هستش اصلا مناسب نیستش. برای کسایی که خیلی پوستشون درگیر جوش نیستش و هر چند وقت یه بار نسبت به یه چیزی واکنش نشون میده و ما میخوایم حالا اون واکنش رو بخوایم خنثی بکنیم و بخوایم از بین ببریمش. این نکته طلایی بود که حتما ما بهش توجه بکنیم. خب چیزی که احتیاج هستش یه دونه از این پودرای پنیسیلینه. اگر توی خونه پودر پنیسیلین نداشتین از قرص استامینوفن هم میتونین استفاده بکنین. این حجم ازش رو بریزین کف دستتون با یک مقدار کرم مرطوب کننده معمولی که توی همه خونه ها هستش. خب اندازه یه همون مقدار اینا رو قشنگ با هم دیگه ترکیب کنین. با این مقدار قشنگ میشه یه چای خوشگونه خیلی سریع و مرطوب کنندم باعث میشه که خیلی راحت اون جذب صورتتون بشه. خب اینا رو قشنگ با هم دیگه ترکیب بکنین که بخواد به این وضعیت برسه. بعد ازش یه خورده بردارین روی این جوشتون اینطوری بزنید. خب بذارید یکی دو ساعتی قشنگ همینطوری بمونه. قشنگ خودش خشک میشه و تو احساس میکنی مثل پودر میخواد بریزه بیاد پایین. این شکلی. خب بذاریم بمونه. بعد از یکی دو ساعت تمیزش بکنه و کامل متوجه میشین که جوشتون از بین رفته. اگر میخوای از این ترفندهای این سبکی در اختیارت قرار بدم خوشحال میشم پیج منو فالو داشته باشی.